این کتاب ها به آن شخصانی باز بسیارتر لازم می شود که مهمانان از دیگر جا می بیان همه این دستاوردهای تاجیکستان رو تماشا کرده دیدن کردن نمیتونن. این وقتی که صاحب این کتاب می شوند آنها در این کتاب همه اون عکس ها اون صورت ها اون جاهایی که در تاجیکستان هستند از نزدیک شناس می شود باید مطالعه میکنن. برای من این کتاب رو گفتن در کار یکی از کتاب های تازه نشری است که با استقلالیت بسیار موافق آمده است. گفتن ممکن است که یک از کتاب های نادر این دوره استقلال می باشد که به عنوان انشاءات دوره استقلال چاپ گردیده است به نشر گردیده است. گفتم باوری گفتم میتوانیم که این کتاب همچون یک کتاب نادر همچون که در این کتاب با سه زبان نوشته شده است، با زبان انگلیسی و زبان مادری متروجیکی و زبان روسی. به همه اون آدمانی که در این دوره از این کتاب استفاده میبرند با پورگی از تاریخ تاجیکستان و پیشتر تاجیکستان چخیل بود در حاضره چخیل تاجیکستان و پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه عبور شده است همش نشان داده شده است و یک تحفه کلان فکر میکنم که به همه کل تاجیکستانیان میباشد. این کتاب عین مدعا است که در همین دوره در همین 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان به نشر رسیده است.